رازهای تاریک شیطان پرستی. به کانال دارک انیگما خوش آمدید، جایی که مرزهای بین واقعیت و کابوس از میان می رود. در این ویدیو به عمیق‌ترین و تاریک‌ترین اسرار شیطان پرستی می پردازیم. داستانهای وحشتناک، روایات واقعی و رازهایی که هیچکس جرأت صحبت درباره آنها را ندارد. همگی در اینجا آشکار خواهند شد. شیطان پرستی یکی از ملموس‌ترین و ترسناکترین موضوعات در تاریخ بشریت است. این فرقه تاریک با ارتباطش با نیروهای شیطانی، ارواح خبیث و اجنه، همواره حاله‌ای از وحشت و رمز آلودی را با خود به همراه داشته است. در این مقاله نگاهی دقیق به تاریخچه، عقاید، آیین‌ها و تأثیرات وحشتناک این فرقه خواهیم انداخت. ریشه های شیطان پرستی به دوران‌های تاریک قرون وسطی باز می‌گردد. در این دوران داستان‌هایی از جادوگران و مراسم‌های تاریک شنیده می‌شد که در آنها انسان‌ها با نیروهای شیطانی پیمان می‌بستند. این باورها به تدریج به تشکیل گروه‌های مخفی شیطان پرستی انجامید. یکی از مشهورترین این موارد مراسم سیاه است که در آن شرکت کنندگان عهد می‌کنند تا روح خود را به شیطان بسپارند. این مراسم ها معمولاً با خشونت و قربانی های وحشتناک همراه بودند. در دوران مدرن آنتون لاوی با انتشار انجیل شیطان و تأسیس کلیسای شیطان این اعتقادات را به شکل یک فلسفه سازماندهی کرد. اما آیا واقعاً پشت این فلسفه تنها اعتراض به مذهب قرار دارد یا چیزی بسیار تاریک‌تر در جریان است؟ عقاید اصلی شیطان پرستی چیه؟ ارتباط با ارواح خبیث و اجنه. شیطان پرستان اغلب تلاش می‌کنند تا از طریق احضار ارواح و ارتباط با اجنه قدرت‌هایی فراطبیعی به دست آورند. فردگرایی تاریک. این فرقه معتقد است که انسان باید خود را بالاتر از هر قانون اخلاقی یا دینی بداند. بی‌قیدی مطلق. شیطان پرستی آزادی بی حد و حصر را تبلیغ می کند، حتی اگر این آزادی به تخریب دیگران منجر شود. قدرت از طریق ترس. این افراد باور دارند که با ایجاد ترس در دیگران می توانند به قدرت دست یابند. گناهانی که شیاطین را به سمت انسان جذب می کند. دروغ و فریبکاری. دروغگویی و فریبکاری یکی از گناهان اصلی است که شیاطین را به زندگی انسان دعوت می کند. شیاطین عاشق افرادی هستند که حقیقت را پنهان می کنند و در سایه ها زندگی می کنند. هر دروغی که گفته می شود همانند یک دعوتنامه به دنیای تاریک آنها عمل می کند. تصور کنید که هر بار دروغ میگویید یک درب کوچک به سمت جهان تاریکی باز میکنید که از آن صدای نجواهای خبیثانه به گوش میرسد. نفرین و لعنت کردن دیگران. نفرین کردن انرژی منفی و مملو از خشم و کینه را در جهان پخش میکند. این انرژی ها به راحتی شیاطین و ارواح خبیث را جذب می کنند. وقتی کسی را نفرین می کنید، گویی خود را به ارواح خبیث معرفی می کنید و اجازه می دهید آنها وارد زندگیتان شوند. بسیاری از افرادی که نفرین کننده های قهاری بودند، گزارش دادند که شبها موجودات سایه‌واری را در اتاقهای خود مشاهده کردند. استفاده از نمادها و آیین‌های تاریک. استفاده از نمادهایی مانند پنتاگرام وارونه یا انجام آیین‌های تاریک به معنای دعوت مستقیم از شیاطین برای ورود به دنیای شماست. در بسیاری از موارد افراد پس از استفاده از این نمادها گزارش دادند که صداهایی عجیب و ناشناخته را شنیدند یا سایه‌هایی در خانه‌شان حرکت می‌کند. علاقه به قدرت و ثروت به هر قیمتی. حرص برای قدرت و ثروت به هر قیمتی یکی دیگر از راه‌هایی است که انسان را به دنیای تاریکی نزدیک می‌کند.
وقتی کسی حاضر باشد برای رسیدن به خواسته های خود حتی اخلاق و ارزش های انسانی را قربانی کند، شیاطین به سرعت وارد زندگی او می شوند و وعده های وسوسه کننده می دهند که اغلب با پیامدهای وحشتناک همراه است. عدم احترام به اصول اخلاقی و مذهبی، بی احترامی به مقدسات مانند پاره کردن کتاب‌های مقدس، توهین به نمادهای مذهبی یا انجام آیین‌های وارونه دروازه‌هایی به سوی دنیای شیاطین باز می‌کند. افرادی که این اعمال را انجام دادند گزارش دادند که احساس سنگینی، کابوس‌های وحشتناک و حضور موجودات ناشناخته را تجربه کردند. اما آیا شیطان پرستی قدرتی ماورایی به انسان می‌دهد؟ بسیاری از شیطان پرستان معتقدند که این فرقه می‌تواند به آنها قدرت‌های ماورایی بدهد. برخی از این قدرت‌ها شامل احضار ارواح و اجنه، توانایی ارتباط با موجودات ماورایی برای گرفتن راهنمایی یا انجام خواسته‌ها، کنترل ذهن دیگران. برخی از شیطان پرستان باور دارند که می توانند از طریق آیین‌های خاص ذهن دیگران را تحت کنترل خود درآورند. تحقق خواسته‌های مادی، با قربانی کردن یا انجام آیین‌های شیطانی برخی ادعا می کنند که به ثروت یا قدرت دست یافته‌اند. اما باید توجه داشت که این قدرت‌ها غالباً با پیامدهای وحشتناک و هزینه‌های سنگین روانی و معنوی همراه هستند. بسیاری از افرادی که وارد این مسیر شدند گزارش دادند که احساس پوچی، ترس و انزوا زندگیشان را تسخیر کرده است. اما سود و زیان شیطان پرستی چیه؟ برخی از افراد ممکن است احساس کنند که با پیروی از این فرقه از محدودیت‌های اجتماعی و اخلاقی رها شدند. تحقق آرزوها، انجام آیین‌ها می‌تواند به افراد حس دستیابی به خواسته‌هایشان را بدهد. پیامدهای روانی و معنوی، ورود به این مسیر اغلب منجر به افسردگی، اضطراب و از دست دادن معنا در زندگی می شود. تسخیر شدن توسط نیروهای تاریک، ارتباط با شیاطین و اجنه می تواند به تسخیر روح و ذهن فرد منجر شود. طرد اجتماعی، شیطان پرستی معمولاً باعث انزوا و فاصله گرفتن از خانواده و دوستان می شود. شیطان پرستی تنها یک اعتراض فلسفی نیست، این یک دنیای تاریک است که با ارواح خبیث، اجنه و مراسم‌های وحشتناک گره خورده است. در کانال دارک انیگما ما تلاش می‌کنیم تا شما را به عمق این تاریکی ببریم و حقایق پنهان را آشکار کنیم. اما به یاد داشته باشید، کنجکاوی بیش از حد می‌تواند خطرناک باشد. آیا آماده اید تا با این حقیقت وحشتناک روبرو شوید؟